Online Academy. Movement from darkness to light. به نام خدا. دوستا درس اول براتون تشریح کردم. هر زمان که مشکل داشتین میتونین در صفحه ما پیام بانین، ما براتون دوباره تشریح میکنیم. میایم سر درس دوم. درس دوم ما از مرحله بیضوی است که از مرحله اول شروع میشه، مرحله هفتم ما به دایره ختم میشه. از کوچک شروع میشه الا امی رقم بزرگ شده میره تا دایره را ببینین. اول به این اندازه کار میشه. هر بیضوی ما که هست از مرحله اول الا مرحله سوم 4 بخش داره. بعد از مرحله چهارم الا هفتم که دایره میشه یک دانه کار میشه. ببین به می اندازه به شکل استادیش کار میکنیم، به این شکل و هم به این شکل. این است مرحله اول بیضوی که اول به این شکلش خوب یاد میگیرین، خوب پرکتس میکنین. بعد از دسرش به شکل استادیش کار میکنیم، باز این طرف و این سمت کار میکنیم. این است مرحله اول. میم سر مرحله دومش. دوم از اینکه کمک بزرگتر است. ببینین به این شکل نه بزرگ، به این شکل. هدفم از این شکل بزرگتر است. ببینین از اینکه کم بزرگتر است مرحله دوم. این شکل مرحله اول یا 4 بخش داره که به مو اندازه بالای سرش کار میشه، به این حاشیه ورق و هم برعکسش به این سمت. درست است. به این مرحله دوم است. میره مرحله سوم. مرحله سوم از این که بزرگتر شده میره می رقم. دیدین؟ پس برعکسش به این سمت و هم یعنی به شکل نظام شمس ور باید شود. میایم سر مرحله چهارم. مرحله چهارم بزرگتر از دیگه. ما می قسم دیگه رو به طرف دایره رفته میریم به شکل دایره وار شود. دوستا وقتی که بیضوی را کار میکنین شما یک خط کار نمیکنین، حداقل 10 الا 12 خط. ببینین هم به این شکل میرین هم به شکل برعکسش که دستتون باید رو شود. چون مراحل بیضوی مو است تا مراحل چهره، چون به چهره خود انسان هم بیضوی است، کاربرد خاص داره. قراره که گفتم اول، دوم و سوم مرحله ای از چهارم به بعد نیست دیگه. مرحله چهارم، پنجم، ببینین، ششم از یام کده بزرگتر، یعنی به شکل نزدیک به چهره، نزدیک به دایره میبخشین. و همین مرحله هفتم که خود دایره است که مهم نیست، خرد میگیرین کلان میگیرین، دایره را فرق نمیکنه. به این است 7 مرحله بیضوی. درس ما تمام است.